салом мегӯем ба ҳама дӯстдорону ҳаводорони олами рангину зебо ва нотакрори кӯдакон. Инак боз дар ин вақту соат манзури шумост барномаи навбатии Ангубин тариқи телевизиони Баҳористон. Мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати бози хурдсолисои 22 дигар ошно гардонем ва ин танҳо баҳри болидарӯҳии шумост, дӯстони азиз. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Раҷабова Муниса мебошад. Ӯ ҳанӯз 4 сол дорад, вале новобаста ба ин хурдсолии хиш хеле зираку кунҷкоб аст ва ҳамзамон шеърҳову афсонаҳои зиёд медонад. хуб, агар шумо бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати ин кӯдаки соҳибистеъдод ошноӣ пайдо кардан хоҳед, пас ҷараёни барномаи Ангубинро ҳамроҳ бошед. Салом Муниса. Салом. Ба барномаи мо хуш омадед. Раҳмат. хуб, Муниса ҷон, ҳама тамошобинони телевизиони Баҳористон интизори онанд ки шумо кай худро муаррифӣ мекунед ва мо барномаро оғоз мекунем. Кани худатонро барои тамошобинон муаррифӣ кунед. Ман Раҷабова Муниса, 4 сола аз Ноҳаёвон. Хеле хуб. Ба барномаи мо бо ҳамроҳии кӣ омадед аз Ёвон? Ки шуморо ба инҷо овард? Бо модарам. Бо модаратон? Бале. хеле хуб. Акнун дар барномаи мо шеър мехонед, ҳам? Бале. метавонед дар бораи аъзоёни оилаатон ягон шеър қироат кунед ё ин ки дар бораи аъзоёни оилаатон сараввал ба мо маълумот диҳед? Дар оила чанд касед? 4. Кани аъзоёни оилаатонро номбар кунед? Падарам, модарам, додарам ва худам. офарин. дар бораи падару модаратон шеър медонед? Бале. кани дар бораи модар як шеър хонед? شب در فصل تابستان من از خواب شدم بیدار بود اطراف خاموش به هر سو نور می پاشید مهتاب سرود می رسید از دور بر گوش کدوم از مادر این لحظه بیدار نشسته کودک فرا الله می گفت اگر چی رفته از شب وقتی بیسار ولیکن تو به حالا او نمی گفت بشد آهسته از محجش پنهان پس از اندک دم صوفی درخشان به فرجا میرد شبهای تاران ندارد زهر مادر یک پایان. آفرین. در باره پدر چی؟ بله. تو بر ما بال و پر هستی پدر جان، با ما شمس و قمر هستی پدر جان، تو باشی سیم و زر بر ما چه لازم، تو بر ما سیم و زر هستی پدر جان، کتاب پر معنایی پدر جان، کلیدی گنج دنیایی پدر جان، نباشد زندگی به تو گوارم، تو تاج بر سر مایی پدر جان، تو ما را همچو جان هستی پدر جان، یه عمری جاویدان هستی پدر جان، در این دنیای پرفرما و سرما بهاری به خزان هستی پدر جان. آفرین. شما همه این شعرها رو با همراهی کی ایجاد کرده؟ مادرم. شعر مادر رو در مدت چند روز ایجاد میکنید؟ 3 روز. 3 روز؟ بله. آفرین به شما. درباره بیبی و بابا چی شعر نمیدونید؟ میدونم. کنی خونید؟ هستی توستان خاندان بابا جان، هم عاقل و دانای زمان بابا جان، معنی به تمام زندگانی بر ما باشی تو همیشه جاویدان بابا جان. احسن به شما. درباره بیبی جانتون چی شعر میدونید؟ بله. کنی خونید؟ بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، بزور می آید، ببین آید ما خورسم کیسه آیش بریقم، مویز و مغز می آرد، چیز رای نغز می آرد، بیبی جانم می آید، دل و جانم می
آید رفته کورپچه بیاورم بالستی کو گذارم چایک گر بیارم نونک نر بیارم بیبی جان نشینانم خفه شدم نمانم. احسن بر شما. ولی درباره دودرکتون و خداتون شعر نخوندید، میدونید چه؟ بله. کن درباره دودرتون شعر خونید. دودرکم خنده کرد خنده زیبنده کرد کنی کنی دودر جان از برای مادر جان خنده کن بار شیرین خودی حاضیره برین. آفرین. اکنون درباره خودتون. من دختری کلامم شمردم میتوانم یک و دوی و سه و چار ام دو دستم بکار در مشتکم پنج انگشتی دیگر مست یک تا حق دهانم سری من یک تا دامم یک تا کلچه روی من سیاه دو ابروی من دو گوش و دو پا دارم دو کیفی زیبا دارم شماریدم به خطا اکنون تو بشما آفرین. اکنون ما با شما با اعضایان اویلاتون شناس شدیم، درباره همه اونها شعر هم گوش کردیم ها؟ بله. بیایید اکنون میگذاریم با موضوع دیگر. ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. درباره جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و عموما وطن شعر میدونید؟ بله. کنی خونید؟ وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین و زرد و عشقی من به عشقی من محبتی تو رنگ شکفته روی رنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو. آفرین. درباره شهر دوشنبه چی شعر نمیدونید؟ جان تاجیکستان فرزندت هستیم در خدمت تو کمر ببستیم گلشن بختت که به خزان است چو عمر مایان دایم جواب است گلهاش گفته در بوستانت ما بلبلانت در گلستانت. خیلی خوب. اکنون درباره وطن هم شعرها خوندید. بیایید میگذاریم با موضوع اساسی. مقدسات ملت رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. پرچم شما صورتی ملی. آفرین. پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ 3. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. خیلی خوب. درباره پرچم شعر میدونید؟ بله. کنی خونه؟ پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر درای آن شکفته گلهای اخته سرخی بود نشان از اسم جانساری رنگ سفید رمز اقبال بختیاری در رنگ سبز جرد است سبزی از هزار کشور باشد که سبز باشد این خاک ما سراسر. سرود ملی رو کی نوشته است؟ گلنظر کلدی. آهنگ سلیمان رودکو. آفرین. سرود ملی رو شما ازید میدونید؟ بله. کن یک پرچه که اون رو برای ما خونه؟ دیداری ارجمندی ما با بختی ما سری عزیزی تو بلند با سعادتی تو دولتی تو بگذند با زیدوری زمان رسیدیم با زیر پرچمی تو صف کشیدیم زنده باش ای وطن تا
آفرین کفایه است. ما باور داریم که شما همه مصرع‌های سرودی ملی جمهوری تاجیکستان رو از یاد میدونید، ولی فکر میکنم که برای تماشاگران تلویزیون باوریستان همین یک پارچه‌اش کفایه است. اکنون مادام که شما مقدسات ملی رو نامبر کرده میتوانید گویید که قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان کی‌هایند؟ بله. چند قهرمان داره؟ 6 کنی آنها رو نامبر کنید؟ سردیدی عینی، بابا جان و فروغ، امام علی رحمان، میرزا ترسون زاده، شیرین‌شاه شتیمان، رسول الله مخصوم. آفرین. با همه ما معلوم است که همه همین شاعران و نویسندگان که برای خط قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان وارد می‌شوند، آنها شعرها، اثرها و کتاب‌های ایجاد نموده خود را دارند. همین طور نه؟ بله. خوب، از میرزا ترسونزاده یکان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تا توانی دوستان را گم مکو، دوستانی مهربان را گم مکو. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکو. دوست آیدگر در آغوش که رسمی خوبی تاجیکان را گم مکو. احسن به شما. اکنون از صدرالدین عینی برای ما یکان شعر خوانید. بیاید ای رفیقان درس خواند، و بیکاری و نادانی نماند. در عالم هر کسی بیکار گردند، و چشمی اهل عالم خار گردند. آفرین. شاعران و نویسندگان جمهوری تاجیکستان در وصف پیشوای ملتمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شعرهای زیاد نوشتند. همین طور نه؟ بله. شما درباره پیشوای ملتمان یکان شعر میدونید؟ بله. کنی خونه؟ این پیشوای ملت آورد سو وحدت، امام علی رحمان تاج سمون در سرت. هر جا باشی همیشه خدا باشد رهبرت. ما کودکان دانا منت دارم از شما. آفرین. باز از کدام شاعران معاصر شما شعر میدونید؟ از لایق شعر. مرحمت. در میان کوهساران با نوای آبشاران، با صفای چشم ساران، با درودی باد و باران، با سرودی نوبهاران. چون عطا کردی مرا، چون عطا کردی خود را کاسته، روز و شبها بر سر گوهره من. مادری من مادری غمخواره من، مادری من مادری بیچاره من. از پی روزی دویده، خوشه ها را چیده چیده، تلخ و شوری ها چشیده، رنج دنیا را کشیده، گنج دنیا را ندیده. دل عطا کردی خود را کاسته، روز شبها بر سر گوهره من. مادری من مادری غمخواره من، مادری من مادری بیچاره من. با دعای آسمانی دادم میراثم جوانی، عاشقی و دلستانی، شاعری و جانفشانی، همدوام زندگانی. عمر بخشیدی مرا، عمر بخشیدی خود را کاسته، روز شبها بر سر گوهره من. مادری من مادری غمخواره من، مادری من مادری بیچاره من. من از لایق باز شعر میدونم. یعنی از لایق شعری باز شعر میدونید ها؟ بله. مرحمت. از بازی کودکان خوشم می آید، از خنده کودکان خوشم می آید. این جفت کبوتر ببینم از دام، هم لامه و هم زبان خوشم می آید. باغ نیست داوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است. زهر با دوش شدی مادر بر کسی،
کو زبانی مادری گم کرده است. خیلی خوب. باز از کدام شاعران شعر میدونید؟ فرق ندارد از شاعران کلاسیک هم باشد میشود. از رودکی. یعنی از ابو عبدالله رودکی هم؟ بله. مرحمت. بخندد لاله به صحرا بسانی چهره لیلا بگیرد ابر برگردان بسانی دیده مجنون زی آبی جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید در آن شسته است زندانی نگاری معروف گلگون تا جهان بود از سری آدم فراز کس نبود از راه دانش بینی راست مردمانی بیخردند هر زمان راه جان دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندک پنداشتند دانشم در دید چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوفن است. خیلی خوب. باز از کی شعر میدونید؟ سعدی شیرازی. از سعدی شیرازی شعر میدونید؟ بله. تماشا بینانی عزیز با دقت باشید زیرا مونیسا این زمان برای ما از شاعران کلاسیکی فارس و تاجیک شعرهای گوناگون قرائت کرده ایستادند. مرحمت. دل خوشبوی در همون روزه رسید از دستی محبوبی به دستم و تو گفتن که مشک یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم بگفتا من گلی نوچیز بودم ولیکن دوتت با گل نشستم کمالی همشین بر من اثر کرد مگر من همون خاکی که هستم. خیلی خوب. مونیسا یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4. کنی فصلهای سال رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. تابستان، زمستان، بهار، تیرمو. از همین فصلهای سال بیشتر کدامش را دوست می‌دارید؟ زمستان. برای چی زمستان؟ برای که برف میبارد برف بازی میکنیم. کم کم برف میخورید ها؟ نه. برای چی؟ برای که کسل میشود. کسل میشوید؟ بله. خیلی خوب. درباره کدام از فصلهای سال شعر میدونید؟ زمستان. کنی خونه؟ این دخترک را بینگرید در تن لباسی سفید مهمان به نزد ما شده است شادی کند این روزنامه از زمستان بچگان در پیشوای او روید گوید مهمان مرحبا خوش آمدید. بهترین. اکنون بیاید میگذاریم به موضوع دیگر. برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشم که شما شماره نوبتی برنامه انگوبین رو طریق تلویزیون بهارستان با اشتراک مونیسای 4 ساله از ناحیه یوان تماشا کرده ایستادید و صحبت ما تا حال ادامه دارد. به شما توصیه میدیم که ما رو همراه باشید زیرا صحبت ها، شعرهای جالب و حتی افسانه ها شما رو انتظارند. خب مونیسا با ما گفتند که شما حرف ها رو نیز میشناسید با رقم ها؟ درست است؟ خب در اینجا نمیگونه عیانیت ایستاده است. تماشا بینان عزیز چطوری که از برنامه های گذشته شما آگاه هستید توسط نمیگونه عیانیت ها ما مهارتی خواندن و نوشتن اشتراکچیان برنامه رو میسنجیم و این نوبت به مونیسا رسیده است و بیایید میبینیم که مونیسا خواندن و نوشتن رو میتواند یا اینکه نه میتواند؟ بله. خب این کدام حرف است؟ با حرف اشر میدونید؟ بله. کنی شعرتون رو خوانید؟ انیسی کنج تنهایی کتاب است فروغ سوخ دانایی کتاب است. انا این چی؟ با حرف ب شعر گوید؟ محمود حیوانی ملک نکند با کسی جنگ بیچاره در تگ آب حتی ترسد از پلنگ. بهترین است. انا این حرف سیوم چی باشد؟ و. حرف و؟ بله. با حرف و هم شعر میدونید؟ بله. کنی خونه؟ فرضش کنید گفت معلم با بچه ها
کسی که ورزش کند همیشه ماند بر نو. احسن به شما. انا اینش کدوم حرف باشد؟ گ. کنی با حرف گ شعر بیه؟ گربه کرد میاو میاو وقتی دید اوشی پلاو گوشتی آن را باره گرفته بود او بداو. پس از حرف گ کدوم حرف می آید؟ غ. غ. با حرف غ هم شعر می دونید؟ بله. کنی خونه؟ کوزه پخته را بینی شکفته در همه جا مانند کوهی سفید خرمن دکان بابا. انا این چی حرف باشد؟ ده. با حرف د هم شعر می دونید؟ بله. مرحمت. در ربی دیروچه صاف و کبود باغچه سبز و پر از میوه بود تازنی هاوانی وی آورده بود آلو زردآلو سیب و انار در طرف دیگر این باغ ما حوچه بود عجب خوشنما. انا این چی؟ یه. ها؟ بله. رفرتور اکای من پاسبانی این وطن لازم شود ببخشه بهر وطن جانو تر. اینش چی؟ یا با حرف یا شعر بیه؟ یاری رسون به مادر جست و جلق دختر دعا کند برایت پیوسته شام و سحر. اکنون بیاید آمیخته میپرسیم ها؟ بله. خب انا این کدام حرف است؟ نه. با حرف نه شعر بیه؟ نام بود چون جانی آدم قوت و درمانی آدم. انا این چی؟ ای. با حرف ای شعر بیه؟ این بگی دخترم تا که شوی محترم این اگر نگیری میشوی در دیسرم. انا این چی؟ ره. با حرف ر شعر بیه؟ روباهی بعدی مکاری لگرد و بعد افتار اگو شو امور تو رو نسوزم شکر. خیلی خوب. انا این چی باشد؟ شه. شه؟ بله. کنی شعر بیاید با حرف شه؟ شطور رو بین شفت اوکوچه دارم به این سبب سپکارم دی هم به اونها یاری کنی وقتی سرخاری بلوختکی سرویناس دوزم داریم لیباس و جمشد و بشم شد خوندم رو میدی هم یاد او برم بحری نادیر از دکون شکر و شیر افسانه گویم شپا مملکت و شهلا. خیلی خوب. انا این کدام حرف باشد؟ جه. کنی با حرف ج شعر خونه؟ جایره بر اومد زیغور همراه نمونده مور ترس از خشی تازه بی دیرادشی. انا این چی؟ ف. شعر میدونید با حرف ف؟ بله. مرحمت. فیل را دیدم در بیشه با خود کردم اندیشه کرچی کوی روان است حیوانی مهربان است. انا این چی؟ ه. با حرف ه شعر میدونید؟ بله. مرحمت. هنر آمد ای پیسر جون شیرینی پدر هنگام پیرانساری تو نشوی دست نگه. خیلی خوب. انا این چی؟ سه. با حرف س شعر بیه؟ سیبک سرخ زیرا سیرین است و خمرم با سبب خیلی شیرین از خوشمزه خوشبو است. آفرین. انا این چی؟ خ. کنی با حرف ق شعر بیه؟ قاقو برآمد به دشت اترو او زیبا گشت تاقی او قاق شد فرو پخماق شد. انا این کدام حرف است؟ یا. با حرف ی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. یک دخترک پوفک به دست در روی صوفه می نشست زنبور پوفک را گزید کرسی کنان پوفک کفید. تشکر زیاد مونیسا جان. تماشابینان عزیز چطوره که شاهد گشتید مونیسا هم حرفا رو نامبر کرد و هم با اونها شعر قرائت کرد. اکنون میگذاریم به رقم ها. کنی میفهمیم که رقم ها رو چی میشناسد یا اینکه نه؟ خب اینجا عینیت های رقم ها هستند. این کدام رقم است؟ 4. انا اینش چی؟ 6. انا این چی؟ 7. 8. آفرین. 9. 3. 2. 2. 5. 5. شما خیلی
خوب میشناختید ها؟ بله. ده. یک. 4. علاقه 4 رو گذاشتیم ها؟ بله. حساب کردن میتوانید شما؟ بله. کنی از 1 تا 10 حساب کنید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا کنون با زبان های دیگر حساب کردن میتوانید؟ بله. با کدام زبان ها؟ ترکی. کنی با زبان ترکی حساب کنید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. با زبان روسی چی حساب کردن میتوانید؟ بله. مرحمت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. اکنون با زبان انگلیسی چی؟ بله. کنی حساب کنید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. به نهایت خوب. اکنون با ما گفتن که شما جمع و تر رو هم میدونید، درست است؟ بله. 2 جمع 2 چند میشود؟ 2 تا سب داشتیم، باز 2 تای دیگر آوردیم، چند میشود؟ 4. اگر از 4 سب 1 تاش رو گیریم چند میشود؟ 3. با بالای سب باز 2 دانه دیگر نوک بیاریم، چند میشود؟ 5. 5. بله. باز 5 تای دیگر اگر آلو آریم چی؟ 10. بله. آفرین. تماشاچیان عزیز، چه طوری که دیدید در یک مدت کوتاه مونیسا توانست هم حرفا را نامبر کند، هم با حرفا شعر گوید، همزمان همه رقم ها را نامبر کرد و با 4 زبان حساب کرد. این چنین جمع و تر را نیز میتوانست است. خوب، ما با همه این باوری حاصل کردیم. اکنون میگذاریم به موضوع دیگر. برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطرشان می‌شویم که شما این زمان برنامه انگوبین رو طریق تلویزیونی بهارستان تماشا کرده اید و قهرمان برنامه امروز ما مونیسا 4 ساله از ناحیه یوان میباشد. برنامه ما تا حال ادامه دارد. به شما توصیه میدیم که ما را همراه باشید. خوب مونیسا، شما حرفا رو نوشته میتوانید؟ بله. خونده چی؟ بله. در اینجا چی نوشته شده است؟ ангубин. ангубин. آفرین. خودتون حرفا رو نوشته میتوانید؟ بله. اکنون بیاید ما این کلمه رو میروانیم و شما بعداً حرفای خودتون رو مینویسید. بله. تماشاچیان عزیز، تختچه هم علاقه تازه شد. این زمان مونیسا برای ما رقم ها رو در این تختچه مینویسد. همین طور نمینویسد؟ بله. کنی نویسه؟ انا بود؟ نه تختچه. یک بنویسم. بله بله، یک نویسه. 2. اکنون به تماشاچیان نشان دهید یک مرتبه. تماشاچیان عزیز، چه طوری که دیدید رقم های 1 و 2 رو نوشته. اکنون باز دیگر رقم ها رو می نویسد. بله. کنی 5 نویسه. کلون 5 نویسه. آفرین. 6 نویسید اکنون. اکنون با تماشاچیان نشان دهید یک مرتبه دیگر. کنی دیگر رقم ها رو هم نویسید. بعدا 7. بله. 4. این 4 است. بله. خیلی خوب. باز ادامه دهید. کنی باز کدام 4 رقم رو 5. 5 رو نوشتیم. دارم. 7. 7. هفت. نشده است. انا چه خیلی زیبا شد. اکنون 8 نویسه. بله. انا 8. 9. 9. 9 نویسه کنی. آفرین. انا اکنون به تماشاچیان نشان دهید. تماشاچیان عزیز، چه طوری که دیده شده مونیسا همه رقم ها رو در روی تختچه خود نوشته و ما باوری حاصل کردیم که نوبسته به خرد بودنش رقم ها رو نیز نوشته میتواند. اکنون میگذاریم به موضوع دیگر. خب مونیسا جان، با ما گفتن که شما افسانه هم میدونید، درست است؟ بله.
کانی افسانه‌های خود را برای ما نقل کنید؟ بود نبود یک پلنگ با یک روباه لنگ در یک بشه جا داشتن با هم راستا داشتن یک جای کار میکردن هر دو شکار میکردن وقت شکار بشه روباه برندشه حیله میکرد دو نیرنگ پیش میکردید از پلنگ سعید اگر شد پیدا روباه استوره در جا سعیدش رو میخوبونید دلش رو میبرونید با یک جوه خورده با خونه ام میبردن گربه با یک خرگوش میگفتن خونه مشنوق و غرغون شنیدن پلنگ رو با دیدن گفتنشون رو موندن پینونشون گوش دادن گپاشون رو شنیدن شکارشون رو دیدن گربه گفتا با خرگوش همش را کرد در گوش دیدی رو با لنگ رو چومه گفت پلنگ رو دلیر کرد او را چگونه شیر کرد اما تو باش خرگوش از قفای من خاموش لیکن میکردی راست چورا نومدی اکنون دیگر در بشه بشورا از من همیشه هر سر دیرو که دیدی یا آوازش شنیدی در خبر دارم تو چون روح شورانگ دیدی مثل پلنگ هم از زور چسته چنگ زورم پیشش پلنگ است پلنگ نستم گلنگ است اولی ماه نوروز خرگوش گربه یک سوی صحرا دیدن به بیشه رسیدن نگو از چشم اونو یک تایچه نمایان گربه گفتا چون یدیز کنه بینی من خیلی چشمت سرخ و علاو شد دوم گوشت بالا شد خرگوش گفتا نه تقصیر نیفته تالو تکر گربه گفتا شب خاموش پدر ندتی بهوش نباشد مانند موش میخورم ای خرگوش گفتا میبخشه میلنزه چون برگی بیر اندر چشمم تیره شد پیش پایم تیره شد شاید ترسیده باشم رو تا ندیده باشم اما چشمم علاو شد دومتان را بازار شد دندانهاتون زود خنجر زود کنید هجوم را سر گربه گفت تیارم جانش رو میبرارم این زودی بازو ام را آوازه کن در دور ناگاه پرید و جهید در دور تایچه چسبید تای که جهید از جایش گربه افتی در پای بعد از اون تای شیرمست با تمام زور شد گربه را مثل توپ کرد تازه هم با قد کوب خرگوش گفت و زیر لب عجایب شد با عجب پهلوان زیر پاش شد انا چشتون علاو شد آفرین به شما اینقدر شما افسانه پرمضمون اذیت کردید کی به شما کمک کرد که اذیت کنه؟ مادرم با مادرتون اذیت کردید؟ بله خیلی خوب مونیسا شما با مکتب نمی روید ها؟ نه درباره مکتب شعر نمیدونید بعد؟ میدونم میدونید؟ بله کنی شعر خونه؟ در وقتی تحصیل تو از تحت دل خان دان از خواب خونیش کرده ساز رو سوی مکتب تاز با کتاب نقد شین معنای آن را چین گفتی معلم سنج گربه ها داریم پنج آفرین یعنی ما باید کتاب خونیم ها؟ بله درباره کتاب چی شعر میدونید؟ بله کنی خونه؟ از این کتاب خانو از رسمای زیبا حرف بیزار آموختم ما گپ کار آموختم چستان و ترانه ها گلچین افسانه ها هرچی که خواستم و یافتم از الف با به نهایت خوب تماشابینان عزیز شعرها و متنها و افسانه های مدونیسته مونیسا تا حال زیادند ولی افسوس که فرصتی به برنامه ما جدا گردیده نیست در همین جا به پایان میرسد. خب مونیسا جان بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. رحمت و مونیسا انا این تحفه زیبا به شما از نام تلویزیون بهارستان. رحمت به شما پسند آمد؟ بله وزیر با این لختک چیکار میکنید؟
گفتم باز نمیکنم. و تماشاگران عزیز در همین جا با شما نیز خیر و خوش میکنیم. ما اهل ایجاد برنامه اطمینانی کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد با مانند مونیسا و دیگر قهرمانان برنامه انگوبین بسا زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خودسالی خویش یگان هنر و مهارت مخصوص دارد و او از دیگر همسالانش فرق میکند، پس برنامه انگوبین معرفیگر استعدادی اوست. نشانی ما شهر دوشنبه، کوچه شهر یک تلویزیونی بهارستان. همزمان شما می توانید با رقم‌هایی که این زمان در اکران‌های خود دیده شده با ما در تماس باشید تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین.